استاد همین در روسیه در کارهای شبهناک و در مغازه‌هایی که خمر فروخته می شود بسیاری مسلمان ها کار میکنند، علل خصوص جوان ها، کلانسالان، مردان، زنان. چه خیل کنیم خود را از همین جایهای شبهناک کارها امین نگاه داریم و خود را از فسق و فساد دور نگاه داریم؟ یک نصیحت میکردید؟ خب این کارهایی که شما ذکر کردید بعضی شبهناک هم نه، یعنی حرام محض. فروختن عرق این شبهناک نیست، حرام محض است. شبهناک اون موادی که حدیث ها هست، دلیل ها هست که حلال است، با حدیث ها هست، دلیل ها هست که حرام است. ما نمیدونیم که از اینش باشد یا از آنش، اونا شبهناک است. اما عرق این شبهناک نیست، فروختن عرق شبهناک نیست. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. کسی اگر الله تعالی اگر چیزی را حرام کند پولش هم حرام میکند. فروختن عرق حرام است. اگرچه مالکیت شما نیست، شما فقط فروشنده هستید، حرام است در اونجا کار کردن. انسان پیش از آن که کار میجوید اول در همه کارها، نه فقط کسب و کار، انشالله نیتی داریم به نزدیکی یا صحبت پر را درباره بهترین کسب چی است، حلالترین کسب کدام کار است و این چنین از نگاه تجارت، از نگاه فایده کدام کسب را اجرا کنیم که صاحبی ثروت شویم، پولی مال لمو زیاد شود. شریعت چی میگوید؟ مثلا اون شخصیت هایی که متخصصی علم اقتصاد هستند برای مردم راهنمایی میکنن که فلان نوع تجارت فایدهش بسیارتر است. ما از نگاه شریعت و این چنین از نگاه علم اقتصاد هم که شریعت در بر گرفته است انشالله یک صحبت میکنیم کدام نوع کسب ها بهتر است و چگونه آدم باید پول جمع کند و چیکار کند که پولدار شود و کمبغل نشود. انشالله از نگاه شریعت یک صحبت علاهیده میکنیم. حالا مختصر این است که در همه کارهاتون شما به پیشتان مقصد مانید که من همون کار را اجرا میکنم که الله تعالی از وی راضی باشد. اگر الله تعالی راضی نباشد من نمیکنم. این برای خودشان منهج مانید. این منهج مسلمان است، این قانون مسلمان است. برای چی؟ رزق در دست کیست؟ در دست الله تعالی است. آسمان ها و زمین ها را الله تعالی آفرید. رزق ما و شما از زمین و از آسمان می بیاید. خب مادامی که رزق از جانب الله باشد ما باید کاری که الله تعالی راضی میشد همون کنیم. الله تعالی خواهد شما را به کاری اندک پولی کلام میدهد. پول، مال، ملک، رزق در دست الله است. یکی از نامهای الله تعالی رازق است، رزق دهنده. یکی از نامهای الله تعالی رزاق است، نهایت رزق دهنده، صیغه مبالغه. رزق در دست الله تعالی است. بنابراین فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له الیه ترجعون. الله تعالی میگه که فابتغوا عند الله الرزق، رزق را در نزد الله تعالی امید کنید. فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. یکم قاعده این است که رزق را از الله تعالی امید کنید. دویمش این است که الله تعالی را عبادت کنید، تنها خودش را پرستش کنید. واشکروا له، با نعمتایی که داد شکر کنید. الیه ترجعون، بازگشت شما به نزد الله است. یعنی همین کارهای کنید الکی شما رکن اساسی رزق اجرا کردید. بعد اون یک وقت دیگه کار میماند که فمشوا فی مناکبها، در روی زمین راه گردید. باید یگانجا بروید درآیید، یگانجا روید بیایید، یگان کار کابید، کار کنید، بس است میقدر. لیکن اساسش توکل به الله، تکیه به الله، امید از الله باشد. این قاعده یکم که من یک کسب را اختیار میکنم که الله از وی راضی باشه. دویمش این بگذار مزدش کم باشد لیکن حلال است. پر از کار
بهانه نکنید کجا میریم حرام دارد، حرام دارد نکنید، حرام دارد نکنید. الله تعالی یک نوع عجایبات قدرتش نشان میدهد برای بندش. یک برادر 2 سال 3 سال پیش زنگ زده بود که در یک مغازه کار میکنم، در یک چی آشخانه بود یا یک کارخانه، میگه عرق میفروشند لیکن من عرق به دستم نمیقپم، من در آنجا منیجر، راهبر، دیرکتور، فقط فرمان میدهد، کارگرا رو نظارت میکنه، خودش عرقم نمیقپد، نمیفروشدم. من گفتم حرام است. وقتی حرام است گفتم، اون کار را ترک کن گفتم، بعد 3 روز باز زنگ زد که همین گفت عائله من وقتی آواز شما رو شنید که شما حرام گفتید 3 روز شده است نه از همین یخدان ما یگان چیز میخورد چون که به پولی همون کارخانه آمدگی است و این نه این پولی که در اینجا ذخیره کردیم از همون آیلیکای پیشین از این هم چیزی خریده نمیخورد، فقط از همین آب خورساده است، آبی دولتی، آبی که به آشخانه میبیاد کو از همون آب فقط خورده ایستاده. 3 روز شد میگه مگر برای ما اجازه است که همین پول قرض گیریم، از همین پول حرامی که پیشتر کار کردیم قرض گیریم و خورده استیم تا روزی که پول کار نکنیم. من گفتم خوشا به حالت اگر همین خیلی همسر داشته باشی و تاجیک خودمو همین خیلی یعنی عائله داشته باشی. خیلی خلاصه به سوالش جواب دادم. لیکن مقصد این که وقتی که شما گرسنه میمونید، شما چینی همون زن نیستید که 3 روز هیچی نخورد از غیر آب برای اون که تمام هم حرام افته. بیگذار عذاب میکشید، 1 هفته 1 ماه بیکار میمونید، مردی کاری هست، برآمده در زمین ها کار کردن هست. در همین روسیه هم او سالهای 2001 من بودم در مسکو، بعضی برادرها خیلی یک بازار بود چیکار میکردن، مثلا کرم را پوستش را میکندن یا کارتاشکا را از خاکش جدا میکردن یا سبزی را از برگش را جدا میکردن. خیلی کارها بود، کارهای خنک، کارهای وزنین، ولی کار حلال است. یعنی همین خیلی کارها میکنید تا کاری بون خوبتر کافتن. بعد از الله تعالی میپرسید، کوشش میکنید، دعا میکنید، میجوید کارها را، یعنی در کجا کار است و اینچنین با فکر میکنید که من در دیگر صحبت هایم بارها گفتگی هستم، همیشه کارگر ماندن فکر نکنید. اینچنین برای تاجرها، میلیونرهای مسلمان ها، میلیاردرهای مسلمان ها بعضی تحفه هاتون یک تحفه ای که به یک فلان رئیس و فلانی ها میکنید، باور کنید قریب 1 میلیون دلار 500,000 دلار به ماشین تحفه میکنید. من خبراشو میدونم. لیکن من این کمبغال ها ریسک حلال کافته گشتیم. شما یک کارخانه بنیاد کنید، یک کارها را کنید که فقط پول کار کردن فکر نکنید، پول هم کار کنید و مردم مسلمان هم کارکتی تامین کنید، خاصتا خلق خدا ما را، تا اینکه اونها در مدار نشوند، در زیر غیر مسلمان فرمان بردار نشوند، عذاب نکشند، جای کاری تشکیل کنید. در تمام دنیا امکانیت دارید، بعضی تاجرها امکانیت دارید ولی شخ هستید، شکمتون سیر، پولتون هست، به کیم که ها خورانده گشتید. شما کمکی دیگه با جستجو مهنت کنید، با نیتی اینکه برای دیگرها فایده هم میرسد، با نیتی اینکه دیگرها رو به کار تامین میکنم، دیگرها رو به رزق حلال تامین میکنم، سبب میشم، بسیار اجر عظیم میگیره. الله اعلم. جزاک الله خیرا استاد، الله راضی باشد از شما. امین. حیاکم، سلامت باشید.